دوست داری حتی بدون یک کلیک توی ساعت مشخص یه ربات تلگرامی تمام اطلاعات آب و هوای شهر تو بگیره و بفرسته به کانال تلگرامیت؟ تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا تمام این پروسه رو خیلی آسون و ساده و کاربردی بهت توضیح بدم و نهایتاً یه خروجی اینجوری بتونیم ازش بگیریم. ببینید، نهایتا تو یک کانال تلگرامی که حالا کانال خودتون هست، هر روز ساعت 9 صبح، 10 صبح یا 11 یا هر زمانی که شما دوست دارید، وضعیت آب و هوای شهرتون، دمای فعلی، سرعت باد، رطوبت، وضعیت هوا و تمام اطلاعات دیگر رو میتونیم از منبع‌های رسمی استخراج کنیم و به ربات تلگرامی دستور بدیم تا هر روز تو یک ساعت مشخص بفرسته تو کانال تلگراممون بدون حتی یک کلیک. خب برای انجام دادن این پروسه در ابتدا نیاز داریم به یک تریگر، به یک ماشه حرکتمون، برای اینکه بتونیم این ورکفلو رو اجرا کنیم. در ابتدا میایم و یک تریگر اسکیجوال وارد سیستم میکنیم. ببینین اینجا انواع تریگرها قابل مشاهده هستش. آن اسکیجوال رو من میزنم و یک تریگر اضافه میشه. اینجا نگاه کنید، اسمش رو میتونید تغییر بدید، روزش، ساعتش، تمام این شرایط رو من توی یک ویدیوی دیگه توضیح دادم. فکر میکنم این بالا بیاد و بتونید تمام مفاهیم تریگرها رو گوش کنید و استفاده کنید برای اینکه بتونید ادامه مسیر رو بهتر درک کنید. میتونید مثلا بگید هر 2 روز، هر 1 روز، هر 1 هفته، هر ماه، هر ساعت این اطلاعات رو وارد بکن. یعنی زمانش رو باید اینجا ما مشخص کنیم. ما میگیم مثلا هر روز ساعت 1 ظهر این کار رو انجام بده یا هر ساعت دیگه. بعد این تریگر رو میتونیم اضافه کنیم. حالا من یکی اضافه کردم، برای همین لازم نیست چند تا تریگر اضافه کنیم. با این سیستم میتونیم یکی یکی اینها رو به همدیگه بچسبونیم. خب من در ابتدای کار اسکیجوال تریگر رو اضافه کردم، یه محرکی اضافه کردم برای اینکه این ورک فلو در ابتدای کار بدون حتی یک کلیک حرکت کنه، شروع به حرکت کنه تو یک ساعت مشخص. برای ادامه کار لازمه که من یک توضیحی در مورد HTTP ها بدم و اگر من اینجا سرچ کنم HTTP، میبینید در بالای بالا یه HTTP request هستش که من اگر روش کلیک کنم یه سری دیتا ها و یه سری بخش ها رو میبینید اینجا که باید وارد کنیم. 3 تا نکته کلیدی وجود داره توی HTTP ها که اگر رعایت نکنید تمام ورکفلوتون به فنا میره. در ابتدا لازمه که بگم HTTP میاد و یک سری داده ها رو میگیره و یا میفرسته. برای این کار ما نیاز داریم که یه سری داده ها رو بگیریم. خب از یه سایت رسمی آب و هوا لازمه که اطلاعات رو بگیریم. حالا من وارد یک وبسایت پیش بینی آب و هوا میشم، ولی قبل از این لازمه که بگم متدی که قراره انتخاب کنیم این در واقع همون کلید اولمونه. لازمه که رو حالت گت بذاریم برای اینکه اطلاعات رو میخواد دریافت کنه، نمیخواد پست کنه. میایم و اینو رو حالت گت میذاریم. توی بخش URL باید یه URL رو استخراج کنیم از وبسایت اصلی شرایط آب و هوا. وارد وبسایت آب و هوا میشم. من یک وبسایتی پیشنهاد میکنم Open Weather که توی این وبسایت ما میتونیم تمام اطلاعات آب و هوایی هر شهری رو، هر موقعیتی رو استخراج کنیم و ببینیم شرایط به چه صورته. ولی یه سری چیزها لازم داریم. در ابتدای کار من پیشنهاد میکنم وارد بخش API بشید و روی بخش API وارد میشید. اینجا یه سری API هایی وجود داره. در واقع ما دنبال همون URL میگردیم. در ابتدا لازمه که توضیح بدم که یک سری API وجود داره. بعضیاشون پولی هن، بعضیاشون رایگانن، ولی ما خب دنبال رایگاناش میگردیم. Current Weather Data میاد و اطلاعات لحظه رو استخراج میکنه و میفرسته. میتونیم اطلاعاتی که میفرستیم علاوه بر اطلاعات لحظه اطلاعات پیشبینی آب و هوا باشه، ولی من وارد این بخش میشم، وارد آب و هوای لحظه‌ای میشم. اینجا نحوه استفاده از API رو توضیح داده. خب در اینجا ما مشاهده میکنیم یه URLی رو که میتونیم ازش استفاده کنیم، ولی یه سری بخش ها مثل این بخش، این بخش و این بخش نارنجی هستن. چرا؟ توی این بخش ما باید یه سری اطلاعات رو به صورت اختصاصی وارد کنیم. لت در واقع و لانگ اطلاعات طول و عرض جغرافیایی هستش که ما میتونیم این اطلاعات رو از گوگل مپ یا گوگل ارث دریافت کنیم
و وارد این URL بکنید. و بخش API key در واقع کلید API هستش. من برمیگردم به بخش HTTP و همونطوری که توضیح دادم 3 کلید اصلی نیاز داریم. اولی متد بود که یاد گرفتیم. دومی این URL و سومی API هستش. API یک پلی هست که ما بتونیم اطلاعات رو از اون وبسایت مورد نظرمون دریافت کنیم و وارد این بخش بشه به صورت اختصاصی. اگر به اینجا دقت کنید من توی این وبسایت لاگین کردم، توی این وبسایت ثبت نام کردم. شما قبل از اینکه این فرایند رو ادامه بدید لازمه که توی این وبسایت ثبت نام کنید. بعد از اینکه ثبت نام میکنید یک ایمیل ارسال میشه به ایمیلتون و شما اونو تایید میکنید و مجدد برمیگردید به وان ویدر برای اینکه بتونید اطلاعات رو از طریق API شخصیتون دریافت کنید. ببینید من صرفا میخوام خیلی ساده بهتون بگم که در ابتدا لازمه که تو این وبسایت ثبت نام کنید. من ثبت نام کردم و بعد از اینکه ثبت نام کنید اینجا اسمتون رو مینویسه بالا سمت راست و بعد از این شما باید برید و وارد بخش My API Key بشید. وقتی وارد این بخش شدید حالا من میام اینجا یه API جدید به اسم API Temp، مثلا آب و هوای منطقه رو میام یه API مجزا میسازم. وقتی این API رو ساختم میام جنریت رو میذارم برای اینکه تولید کنه این API رو. توی این بخش همین پایین API Temp برای من وارد شد. این API چند دقیقه طول میکشه تا فعال بشه، برای همین یه 5 دقیقه بهش مهلت بدید. بعد از اون بیاید و این API رو بگیرید کپی کنید و داشته باشید تا من ادامه مسیر رو بهتون بگم. ما وارد این بخش شده بودیم، این URL، و لازم هستش نکته دوم لازم هستش که طول و عرض جغرافیایی شهر مورد نظرمون رو بدونیم علاوه بر API که API رو چند دقیقه قبل دیدیم که چطوری باید بسازیمش. وارد گوگل مپ میشم برای اینکه بتونم API منطقه رو تشخیص بدم. حالا من به فرض مثال تهران رو انتخاب میکنم، یه نقطه روی تهران انتخاب میکنم و برای من اینجا یه نقطه رو مشخص میکنه. همینطور وقتی راست کلیک بکنید یه سری اعداد اینجا مشخص کرده 35 60 ممیز 68 51 40. این اطلاعات در واقع اطلاعات طول و عرض جغرافیایی هستند. طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی 51 40. این اطلاعات رو میتونیم کپی کنیم و داشته باشیمش. و توی این بخش ما باید اینجا 41 در واقع 35 68 و توی این بخش 51 رو وارد کنیم 40. و توی این بخش API key باید اون API key که اخیراً ساختیم رو اینجا وارد کنیم برای اینکه بتونیم از این URL به شکل صحیحی استفاده کنیم. حالا من برمیگردم دوباره تو N8N و اینجا با همدیگه اینو بررسی میکنیم. من اینو قبلا وارد کردم برای اینکه ببینید به شکل صحیحی. اینجا من موقعیت جغرافیایی رو بعد از این URL وارد کردم، طول و عرض جغرافیایی رو اینجا من وارد کردم و توی این بخش بعد از and unit متریک میایم و اطلاعات این API رو در اینجا وارد میکنیم. ببینید بعد از apply در این بخش من API اطلاعات API رو من وارد کردم و بعد از این فقط کافیه که من execute استپ رو بزنم برای اینکه اطلاعات قبلی به شکل صحیح دریافت بشه و تا این مرحله رو تایید کنه. توی این بخش لازمه که ما اطلاعاتمون رو بفرستیم برای یک ربات تلگرامی تا ربات تلگرامی اینو درک کنه و با توجه به اطلاعاتی که داره بیاد و دریافت کنه اطلاعات رو و بفرسته تو کانال تلگرامی. حالا برای این کار لازمه که در ابتدا وارد گادفادر بشید و یک ربات جدیدی رو اینجا بسازید. خیلی ساده است. توی بخش اوپن نکنید ما توی گادفادر میایم و ربات های مختلفی رو اینجا میسازیم و تنها مرجع رسمی محسوب میشه. بخش اوپن رو من وقتی کلیک کنم اینجا من گادفادر رو میبینم برای اینکه بتونم یه ربات جدیدی رو بسازم.
وقتی روی create bot کلیک کنم توی این بخش میتونم اسم جدیدی به باتم بدم. حالا من میزنم temp 7667 و اینجا میام یک یوزرنیم بهش میدم، میگم temp 7667. در انتهای کار هم باید یک بات اضافه کنیم بات برای اینکه این باتمون مشخص بشه. بعد از ساختن این بات که من تایید میزنم، اینجا به همون یه کی میده، یه URLی میده، در واقع یک API این بات رو به ما میده. ما باید این API رو به شکل صحیحی توی N8M وارد کنیم برای اینکه N8M متصل بشه به بات ما و بات ما رو بشناسه. من میام اینو کپی میکنم، همین کی که اینجا دارم، همین کلیدی که اینجا دارم و میام کپی میکنم و توی بخش اینجا میام و یک نیو کردنشیال اضافه میکنم و اینجا من اکسس توکن رو میذارم. این همون API بود که من داشتم از بات تلگرامم. اینجا سیوش میکنم برای اینکه بات تلگرام من رو بشناسه. خب توی این بخش لازمه که یه سری توضیحاتی بدم. اول از همه باید بدونید که برای اینکه این اطلاعات رو پر کنید نیاز هستش که چت آیدی داشته باشید و یه تکستی داشته باشید که هر روز تو همون ساعت مشخص ارسال کنه به کانال تلگرامیمون. در ابتدا میام چت آیدی رو توضیح میدم. برای اینکه این چت آیدی رو استخراج کنیم لازمه وارد تلگرام بشیم و یک کانال تلگرامی رو درست کنیم. حالا من به صورت مثال این کانال تلگرامی رو درست کردم در خصوص آب و هوا برای اینکه اطلاعات آب و هوایی رو یک شهری رو استخراج کنم و واردش کنم. بعد از اون لازمه که من بیام و ربات تلگرامی رو به کانال تلگرامی اد کنم و ادمینش کنم، چون قراره که پیام بده داخل تلگرام. من میام تمپ میزنم 7667، همون بات خودمون هستش. این بات رو من به کانال تلگرامی خودم اضافه میکنم، به صورت ادمین میذارم باشه تا بتونه تمام اطلاعات رو ارسال کنه. سیو میکنم و تاییدش میکنم. خب این کانال تلگرامی من الان تایید شد و این ربات وارد کانال تلگرامی من شد. بعد از اون نیاز دارم که چت آیدی این کانال تلگرامی رو بدونم. برای این لازمه که من یک پیامی از داخل این کانال تلگرامی برای get ID bot بفرستم. get ID bot برای این شخص بفرستم. برای get ID bot بفرستم. وارد کانالم میشم، get ID bot رو انتخاب میکنم و میفرستم براش. ببینین این اکانت get ID botه و میتونید بهش دسترسی داشته باشید. من حالا آیدیشم وارد کانال یوتیوب تو بخش دیسکریپشن میکنم برای اینکه بهش دسترسی داشته باشید. و در انتها به هم یک چت آیدی از کانال تلگرامی من میده، یعنی میگه آقا کانال تلگرامی با این عنوان این چت آیدی رو داره. کافیه که من این چت آیدی رو کپی کنم و داشته باشمش، اینو اینجا پیستش کنم و در انتهای کار کافیه که توی این بخش متن مورد نظری که باید آماده کنم و بفرستم تو کانال تلگرام رو اینجا وارد کنم. ببینید من مثلا وضعیت آب و هوای امروز تهران رو من اینجا نوشتم، دمای فعلی، سرعت باد، رطوبت، وضعیت هوا. اطلاعات دیگه هم اینجا هست. در واقع از نود قبلی میشه اطلاعات رو دریافت کرد برای اینکه این اطلاعات رو وارد پیامم بکنم. ببینین اینجا من برای اینکه اطلاعات مثلا شرایط آب و هوایی رو بفرستم کافیه که حالا من این قسمت رو پاک میکنم. لازم نیست اینجا کدهای جیسون رو بنویسید، فقط کافی از اینجا این دیسکریپشن و این نود رو وارد وضعیت هوا بکنید. یعنی یه جورایی وضعیت آب و هوا رو میتونید با استفاده از درگ اند دراپ وارد این بخش توصیفی بکنید. تمام اینها به این صورت انجام میشه. مثلا میتونید عرض و طول جغرافیایی رو در اینجا اضافه کنید، یا که اینجا میتونید عرض و طول جغرافیایی رو بگیرید و اضافه کنید. اینجا میتونید آب و هوا رو استفاده کنید، شرایط آب و هوا، آیدی اون منطقه و همینطور دمای فعلیش
سرعت بادش اینجا میبینید سرعت باد 4.12 هستش در حال حاضر در تهران و اطلاعات دیگه هستش که میتونیم اینجا ما وارد کنیم، مثلا کشور رو نوشته IR که همون ایران هستش و یه سری اطلاعات هستش، اسم شهر تهران. اینجا میتونیم اطلاعات رو وارد کنیم و تایید بگیریم. بعد از این فقط کافیه که من execute step رو بزنم و این اطلاعات وارد کانال تلگرامی من بشه و اضافه بشه به کار من و وضعیت آب و هوای روز رو هر روز ساعت مشخص، هر روز تو یک ساعت مشخصی میتونیم دریافت کنیم و وارد کانال تلگرامی اون بکنیم. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. اطلاعاتش امیدوارم براتون مفید باشه و یه درک کاملی از همه اینا داشته باشید و در ادامه یه سری مثال‌های دیگه‌ای با هم حل می‌کنیم و بیشتر درک می‌کنیم این مفاهیم رو. و ممنونم که تا اینجا همراه بودید. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. خدا نگهدار.